با راه مانده شدن دو خط سیر جدید از طریق فرودگاه ژوکوفسکی روسیه به فرودگاه پایتخت تاجیکستان و همین فرودگاه ژوکوفسکی به فرودگاه شهر خوجند حاصل مذاکره هیئت‌های تاجیکستان و روسیه بود که دیروز در مسکو انجام یافت و بر علاوه این چند خط سیرهای جدید نیز به شهرهای نوی روسیه به راه مانده شده است که از جمله هیئت‌های مذاکره کننده تاجیکستان و روسیه به این نتیجه رسیدند که به شهر برناول، آمسک و چلیابینسک تا کنون که خط سیرها اصلا موجود نبودند به راه مانده شدند و اکنون شهروندان تاجیکستان نیز می توانند که با راه هوایی به این شهرهای روسیه سفر کنند. بر علاوه این باز یک موافقت دیگری هیئت‌های مذاکره کننده این بود که آنها توانستند که خط سیر نو طریق خوجند و سنت پتربورگ به راه مانند که تنها شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان می توانند که در این خط سیر حضور داشته باشند. در نسبت خط سیرهای ژوکوفسکی دوشنبه و ژوکوفسکی خوجند خط شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان و روسیه در دایره پراتت یعنی برابر سهم خواهند گرفت. چنانه که نماینده سفارت تاجیکستان در روسیه سرور بختی در صحبت با رادیو آزادی گفت اون پروازهایی که تاکنون از طریق فرودگاه‌های دمدیل و ونوکو با فرودگاه‌های تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه، خوجند و کولوب به راه مانده شده بودند بدون تغییر ادامه خواهند کرد. در مسئله نرخ چپته‌ها یعنی نرخ بلیط‌ها نیز هیچ تغییرات رخ نداده است و همچنان که قبلا جای داشته بودند به همون اندازه نرخ بلیط‌ها فروخته می‌شوند. امروز در صحبتی که نمایندگان فرودگاه بین‌المللی تاجیکستان به ما اظهار داشتند در همین حال حاضر نرخ بلیط هواپیما دوشنبه مسکو 1450 سامانی بوده، از کولا به مسکو 1000 سامانی و از خوجند به مسکو 1320 سامانی قیمت داشته است. زیرا به خاطر اینکه در این شب و روزها یعنی در ماه سپتامبر با فرارسی فصل یعنی سرما سفر به مسکو از طرف شهروندان تاجیکستان کمتر شده و بدیهیاً نرخ هواپیماها نیز کمتر می شود، ولی در وقتی که یعنی در فصل گرما نرخ بلیط ها بیش از 2000 سامانی قیمت داشتند. میرزا نبی خالقزاد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.